مصنف رحمت الله علیه گفتند که اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. بدان الله تعالی تو را رحم کند، مهربانی کند. این دعا از جانب مصنف برای قرائت کننده کتاب و طالب علم، یعنی استاد باید در حق شاگردانش دعا کند. بدان علم آموز الله تعالی رحم کند که واجب است برای هر یک مسلمان مرد و مسلمان زن تعلیم گرفتن این سه مسئله و عمل کردن به این سه مسئله گفتم. یعنی حالا من به تو سه مسئله را ذکر میکنم. تعلیم گرفتن این مسئله، سه مسئله برای هر یک مسلمان چی است گفتن؟ واجب است. واجب در نزد جمهور علما این فرض است، یعنی حتمی هست تعلیم گرفتنش. کسی اگر تعلیم نگیره گناهکار میشه. این نامشه اجمال قبل البیان و تفصیل میگویند. پیش از آن که بیان کنن و پیش از آن که به تفصیل بیان کنن اجمالا میگن که سه مسئله هست که تعلیم گرفتنش واجب است. خب الاولى ان الله خلقنا و رزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الینا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه و من عصاه دخل النار. مسئله یکم این است که الله ما را آفرید. الله تعالی ما را آفرید و ما را رزق داد و ما را هم تو نگذاشت، یعنی آفرید و خالی نگذاشت، بی اهمیت نگذاشت. بعضی آدم ها ماشاءالله 7 10 تا فرزند تا 12 تا فرزند داشتیان، لیکن به تربیتش اهمیت نیست. الله تعالی خلق را آفرید و همین خیلی خالی در به حال خودشان نگذاشت. بل ارسل الینا رسولا، بلکه به سوی ما پیغمبر فرستانید. فمن اطاعه دخل الجنه، کسی که اگر پیغمبر را اطاعت کند وارد جنت میشد. و من عصاه دخل النار، کسی که پیغمبر گناهگاری کند وارد دوزخ میشود. این مسئله یکم بود. بعد گفتن که و دلیل قوله تعالی، دلیل برای همین سخن قول الله تعالی است. یعنی الله تعالی ما را آفرید، رزق داد و ما را به تربیت کننده نگذاشت، بلکه پیغمبرها را به سوی ما فرستانید. اگر کسی که پیغمبرها را اطاعت کند وارد بهشت می شود، اگر اطاعت نکند وارد دوزخ می شود. دلیل به همین قول الله تعالی است که ان ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. الله تعالی میگه که ما به سوی شما پیغمبر فرستانیدیم. اون پیغمبر برای عملهای شما شاهد است. شاهدن علیکم، شاهد و گواه بر شما هست. چخیلی که به سوی فرعون هم ما پیغمبر فرستانیدیم، یعنی حضرت موسی را به سوی فرعون فرستانید، به سوی ما حضرت محمد علیه الصلاة و السلام را فرستانید. بعد الله تعالی که فعصى فرعون الرسول، فرعون پیغمبر را گناهگاری کرد. فاخذناه اخذا وبیلا، پس او را ما به عذاب گرفتار کردیم، به عذاب سخت، به عذاب علم آور گرفتار کردیم. برای چی؟ برای که اطاعت پیغمبر نکرد. چون در بالا گفتن که کسی که اگر پیغمبر اطاعت کند وارد بهشت میشد، اگر اطاعت نکند وارد دوزخ میشد. و ببینید من فرعون اطاعت پیغمبر نکرد، وارد دوزخ شد. الثانیه، دویمین مسئله که تعلیم گرفتنش واجب است، ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبی مرسل. دویم مسئله خوب دانید که الله تعالی راضی نمیشد اگر کسی همراهی عبادت الله تعالی غیر الله تعالی را عبادت کند. هم الله تعالی را عبادت میکند، هم غیر الله تعالی را. بعد دلیل آوردن، گفتن که و دلیل قوله تعالی و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. دلیل قول الله تعالی است که مسجدها از آن الله است، پس همراهی الله تعالی دیگر کسی را عبادت نکنید. مسجدها از آن الله است، زمین ها از آن الله نیست، خانه ها از آن الله نیست.
دیگر غیر مسجد دیگر جاها از آن الله نیست، همه جا از آن الله است. و ان المساجد لله، مسجدها از آن الله است. برای چی مسجدها را خانه های الله گفته میشد؟ برای اینکه در آن جاها الله تعالی بیشتر و بسیارتر ذکر کرده میشد. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر اسمه، در خانه هایی که الله تعالی امر کرده است که آن خانه ها عمارتش بلند برداشته شود و نام الله تعالی در آنجا ذکر کرده شود. برای چی الله تعالی که مسجدها از آن الله است، پس شما همراهی الله تعالی غیر الله تعالی را عبادت نکنید. یعنی اقلا او شرک در غیر مسجد شرک است، لیکن در داخل مسجد با گناهش عظیمتر است. مسئله سیوم ان من اطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالات من حاد الله و رسوله ولو كان اقرب قریب. ببینید این دو بالاگی کفایه نمی کند. کسی که الله تعالی را دوست دارد، پیامبر صلی الله علیه و سلم را اطاعت کند، ان من اطاع الرسول، کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کند، الله تعالی را یگانه پرستش کند. یعنی در این انسان دو شرط عمل، شرط قبول عمل هست. یگانه پرست، خالصا لله عبادت میکند، با طبق سنت عمل میکند. لا یجوز له، برای این آدم جایز نیست که دوست دارد دشمن الله و رسول را، طرفداری از دشمن الله کند، ثنا به دشمن الله گوید. این جایز نیست. یعنی عملها را خالصا لله کنید، طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کنید. ماشاءالله پنجشنبه دوشنبه روزه، شبها تهجد، ریشها دراز، میسواک ها در دهان، سنت ها را اجرا میکنید، لیکن یه دشمن الله را دوست میدارید، جانبداری از او میکنید، دفاع میکنید، تعریف میکنید. در این حالت گفتن لا یجوز، جایز نیست. ولو کان اقرب قریب، اگرچه پدرت باشد، نزدیکترین نزدیک ها باشد. و دلیل قوله تعالی، دلیل به این قول سخن الله تعالی که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله تعالی گفت که قومی را نمیابی که به الله ایمان داشته باشند، به روز قیامت ایمان داشته باشند و دشمن الله و رسول را دوست دارند. یعنی مسلمان حقیقی شخصی هست که دشمنی الله تعالی را بد می‌بیند، دوست الله تعالی را دوست می‌دارد. الولاء والبراء، الولاء والبراء، دوست داشتن در راه الله تعالی و بد دیدن در راه الله تعالی. امام بخاری در صحیح بخاری آوردند که دوست داشتن در راه الله تعالی و بد دیدن در راه الله تعالی از ایمان است. بنابراین الله تعالی در دوامش شهادت داد به چنین شخصیت ها به ایمان. گفت که مؤمن حقیقی کسی که به الله و روز قیامت ایمان آورده است، دشمن الله تعالی و رسولش را دوست نمی‌دارد، اگرچه پدرهایشان باشد هم، اگرچه پسرهایشان باشد هم، اگرچه برادرانشان باشد هم، اگرچه از قبیله خودشان باشد هم. اینها شخصیت هایی هستند که در قلب آنها ایمان نوشته شده است، ثنا از جانب الله تعالی. یعنی اینا ایمان دارند. گفت ایمان اینها ایمان است. و ایدهم بروح منه، الله تعالی از جانب خود با روح آنها را قوت داده است و اینها را وارد بهشت میگرداند، جنتی که در زیر درختانش دریاها جاری میشد، خالدین فیها، آنها در جنت جاویدانی باقی میمانند، ابدی، جنت تمام نمیشد. رضی الله عنهم، از این هم بالاترش این است که الله از آنها راضی شد و رضوا عنه، از آن مکافاتی که الله تعالی به آنها داد آنها هم راضی شدند. اولئک حزب الله، اینا حزب الله هستند و آگاه باشید که حزب الله شخصیت های هستند که مفلحون هستند، موفق ها هستند، نجات یافتگان هستند. این سه عمل که تعلیم گرفتنش
برای هر یک مسلمان گفتن واجب است. عمل یکم این که الله تعالی را اعتقاد کنیم که او ما را آفرید، رزق داد و ما را خالی نگذاشت، بلکه پیغمبر فرستانید. کسی اطاعت پیغمبر کرد وارد بهشت میشد، کسی گناهکاری کرد وارد دوزخ میشد. دومش این است که وقتی که به عبادت الله تعالی اگر کسی شریک بیارد، اگرچه یگان فرشته را، لا ملک مقرب، فرشته مقرب درگاه، نزدیکترین فرشته به الله تعالی جبریل است، اگر جبریل شریک بیارد، ولا نبی مرسل، پیغمبری الله فرستانیده را اگر شریک بیارد، حتی حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر شریک بیارد، حضرت حسن و حسین و علی آن طرف است، اگر پیغمبر به الله تعالی شریک بیارد وارد دوزخ میشه. این دومینش. وقتی که الله تعالی راضی نمیشه اگر شریک آورده شد، اگر چنده که نزدیکترین شخصی الله را اگر پرستش کند، مانند پیغمبر، مانند فرشته. سیومینش یعنی این عملها کفایه نیست. الله را که یگانه پرستش کرد، اطاعت پیغمبر که کرد، باید ببیند دشمنان الله تعالی را، اگرچه نزدیکان خود باشدند. الله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.